آیا در روی دنیا مسلمان پیدا میشه که بگه که من سخنهای الله دوست نمیدارم؟ همه ما دعوا داریم که دوست میداریم، اما واقعا ما سخنهای الله دوست میداریم یا دوست نمیداریم؟ بیا آشکار به یکدیگر یک کمتر حساب کتاب کنیم که واقعا ما سخنهای الله دوست میداریم یا نمیداریم. اگر دوست میداریم چقدر دوست میداریم؟ مالک ابن دینار رحمه الله میفرماید هر کس که با سخنهای الله انس نمیگیرد از سخنهای مخلوقاش دیده در سه حالت گرفتار می شود. یکم عملش کم می شود. یک چیز طبیعی است، وقتی سخنهای الله که نفهمیدی، معنی او را که نفهمیدی، عمل نمی کنی. ایدیم نقطش به ما تدخل داره، قلبش کور می شود. ها میگویی که چی کار کنم چیزای نامحرم نگاه نکنم، پولی حلال بخورم، یک کس غیبت بکنه از تنش دور بشم، یعنی با چشم نامحرما را نگاه نکنم. چرا این کارا را میکنم اگرچه میدونم درست نیست؟ برای چی؟ برای قلب ها کورشیدگی هم. سوم نقطه، عمرش را بیهوده گذرانده است. یعنی که یک انسانی که خداوند برای او یک کنستیتوسیون، یک سرقانون برای یک مسلمان به این دنیا روان کرده است، اگر طبق او عمل نکنی، طبق همو عمل نکنی، یعنی پس عمر تو چی است؟ عمر بیهوده گذرانی است. برای چی ما در نمازها میستیم اگر امام از 6 خط زیادتر بخونه دلای ما را میجقه، میخوایم تیز بیرون بریم، اما یک فیلم اگر سریال 6 ساعت تماشا بکنیم خستگی را احساس نمیکنیم؟ آیا به خودت سوال کردی که چرا این است؟ چون که ما به سخنهای الله انس نگرفتیم، ما به سخنهای الله گوش ندانداختیم، سخنهای الله هم ما نمیخوانیم، نمیدونیم در داخل او چی است. برادر و خواهر عزیز، این مشکلی هست که ما دارم و تو داری و اکثریت مسلمان ها داره و این مشکل را حل کردنش فقط یک چیز احتیاج داره. تنه ما برای ورزش کردن احتیاج داره. هر یک کار ما انجام میخوایم بتیم و در او راه موفق بشیم یا که همون چیز در عادت بکنیم، باید او چیز با تکرار دوام بتیم. همین طور دیگه هست با سخنهای الله انس گرفتن. باید دیگر آهسته آهسته کوشش بکنیم، سعی بکنیم همه کارها را کنار بگذاریم، روزانه برای خودمان یک برنامه کنیم که آهسته آهسته به سوی سخنهای الله بر بگردیم. نه فقط در رمضان یک بار بخوانیم و یک کنارش بگذاریم، یا که قرآن مقدس همین خیل بدانیمش که باید پاون سینش دراز نکنیم، یا مقدس در ای بدانیمش که در بالای تاقیچه بمانیمش، یا مقدس در ای بدانیم که یعنی پای به تورات نقپیمش. نه، همه اینا هستند، اما مقدس داشتن سخن یک نفر، احترام سخن یک نفر او است که او را گوش میکنی. پس اگر الله دوست می‌داریم باید ما رجوع به سخنهای الله بکنیم. الله ما را از جمله کسانی بگردانه که گفته باشه و عمل کرده باشه.